سال جاری سالی ثمره بخش و پرفیض بود. علل خصوص برای روزنامه‌نگاران ماه می سال جاری به امضا رسیدن مموراندوم بین اتفاق ژورنالیستان ازبکستان و تاجیکستان حادثه فرح بخش بود. چندی قبل هیئت ژورنالیستان و خادمان تکنیکی تلویزیون دوشنبه به تاشکند سفری کاری داشتند. آنها در دوام سفرشان با فعالیت کاری خادمان تلویزیون‌های خصوصی و دولتی از نزدیک شناس شدند. در بینای میدیا مرکز شرکت ملی صدا و سیمای ازبکستان صحبت صمیمی عاید همکاری‌های طرفین برگزار گشت. براستی از چند روزی که در جمهوری ازبکستان مهمان هستیم، اولا باید همین رو گویم که هیچ احساسی نکردیم که ما در کشور همسایه هستیم. وقتی گشت و گذار کردیم و از تلویزیون هایی که چند تلویزیونی که در خود حدود پایتخت ازبکستان است ما دیدن کردیم، با هر یک نفر مسئول صحبت میکنیم، با هر یک شهروند ازبکستان صحبت میکنیم، چه از مهمانخانه و تا مغازه و تا بازار الکی ما رفتیم، به آشخانه رفتیم، همون فرهنگی رو میبینیم که هم توأم و آمیخته شده به فرهنگ و ملت تاجیک هستند و به همین خاطر فکر کردیم خانه دومی ما هست. از آن یک فضای دوستی و برادری را در اینجا دریافتم. واقعا نتوان گفت که مناسبت های خوبی که هست و این آزادی و آزاداندیشی و این رفت آمد خوب است، این به واسطه تشبوس سران دولت را محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف هست. روزنامه‌نگاران تاجیک با آمده سازی و وضع نمایش‌ها و گفتارهای تاجیکی توجه نمودند. از اون که در تلویزیون های شما ما علاقه اطلاع گرفتیم که بخش برنامه های با زبان تاجیکی و دیگر زبان ها است. اگرچه که با زبان تاجیکی خیلی من علاقه فهمیدم برنامهش در 2 هفته یک مرتبه خیلی کم است برای بیننده تاجیک فکر میکنه، چون که در اینجا تاجیک زبان های زیاد قطعا ما خوردیم و در طریق آنلاینی ما برنامه های بعضی شما رو پیگیری میکنیم که اینم در طول 2 هفته شاید بعضی برنامه های هست اگر فکر میکنم راهبریت تلویزیون شما این چیزا رو به اینابت گرفته برای ما که از بیرون برنامه‌های شما رو تماشا میکنیم سمت برنامه‌های تاجیکی با بیشتر شود خوب است، چون که در کشور ما عموما در تاجیکستان برنامه‌های با زبان ازبکی چی در رادیو و چی در تلویزیون قریب هر روز بخشای خبری با زبان ازبکی است و در رادیو هم همین گونه هست که هر روز 2 ساعت در رادیوی برون مرزی آواز تاجیک با زبان ازبکی مثلا ما برنامه داریم که در اونجا هیئت ایجادی که اگر در بخش ایجادی شما من فهمیدم 1 نفر فعالیت کنه در بخش تلویزیون و برخی خبرنگارای شما از منطقه هستن، یعنی که از دیگر ولایت‌های ازبکستان هستن، ولی در ما همین گونه هست و هم هیئت ایجادیشون از زیاده از 4-5 نفر است و این میتواند هم چقدر که اقتدار کاری از همون ملت‌ها از همون محل زیاد باشد این خبررسانی را بیشتر میکنند، این میتواند فرهنگ را انتشار دهد و این میتواند دوستی را باز هم با هم پیوند زیچ گرداند و امیدوار هستیم که از این چند لحظه ای که ما در تلویزیون شما بودیم و دیدن نمودیم و برخی چیزهایی که اونها رو طریق آنلاینی تماشا میکردیم و از پیش دیدیم و هم کسبای خود رو بخصوص شما رو مثلا اگرچه از دور میدیدیم که در طریق آنلاینی امروز از پیش آشنا شدیم و از اینم شاد هستیم و بار دیگر تشکر از مهمانداری و پذیرایی خود. مهمانان با تجهیزات تکنیکی تلویزیون دولتی ازبکستان 24 آشنا شدند. عاید تاریخی کمی از 70 ساله تلویزیون تاشکند در سیاحتشان به موزه خبردار گشتند. O'zbek va tojik xalqlarining bekoriga 2 tilda gaplashuvchi bir xalq, ya'ni bir millat deb aytishmaydi. Garchi 2 tilda gapirsa ham bir-birimiz juda yaqinmiz. Bu urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, qo'ni qo'shnichiligimiz, ko'p jihatlarimiz va yagona maqsadimiz bir. واخوری هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون دوشنبه در شرکت ملی تلرادیو ازبکستان بسا خوش و صمیمی بود. نمایندگان هیئت دایر به مسائل مناسبت‌های سیاسی و حقوقی طرفین
همکاری‌های اجتماعی، فرهنگی و گومانیتری و واخوری‌های روزنامه‌نگاران کشورهای همجاور تبادل افکار نمودند. باعث خرسندی است که ما از تلویزیون های دولتی و خصوصی شهر تاشکند جمهوری ازبکستان دیدن کردیم. بسیار تاثیرات نیک برداشتیم. میدونید هر وقتی که ما با تلویزیون ها وارد می شدیم، یعنی وقتی ما رو استقبال گرم می گرفتن، با فعالیت کاری همکسبان خود آشنایی پیدا می کردیم، این روح ما رو بالیده می کرد. برای ما نیز یک تجربه خوب شد، چون تبادل تجربه نمودیم، از بسیار چیزها رو آموختیم، با استودیوها، با رفت فعالیت کاری از تنظیمگران سر کرده تا نواربرداران و محرران و اون نفرانی که بیشتر به تهیه برنامه‌های جالب و دیدنی مشغول هستند شناس شدیم، آشنایی پیدا کردیم و به راهبران تلویزیون‌های شهر تاشکند جمهوری ازبکستان نیز میnnatdاری صمیمانه خود را می‌رسانیم که از رفت فعالیت یک تلویزیون برای ما معلومات‌ها را پیشنهاد کردند. طول چند سال اخیر در کشور ما دایر به تأمین آزاد اندیشه و آشکار بیانی در مطبوعات، شفافیت کار و فعالیت اداره و مقامات دولتی، رشدی رسانه‌های اخباری عاموی کارهای زیاده انجام داده شدند. این حال ما در استودیوی ویرتوالی تلویزیون ازبکستان قرار داریم. با تجهیزات‌هاش شناس شده برای خود بسیار نوآوری‌ها گرفتیم. در تلویزیون دوشنبه استفاده میشن ولی تجهیزات دیگر از دیگر شرکت‌ها هر دو نیز بهترین است. Juda ham ajoyib uchrashuv bo'lyapti. O'zim olganda oxirgi yillarda shu mintaqadagi mamlakatlar bilan, jumladan o'zbek tojik munosabatlari juda ham yuqori darajaga ko'tarilganligi bizni juda ham mamnun qiladi, xursand qiladi. Va mana shu hamkorlik turli yo'nalishlarda o'zining ifodasini topyapti. Jumladan mana televideniya, radio sohasida, jurnalistika sohasida ham hamkorlik kuchayib borayotganligi bizni juda ham xursand qiladi. چنین واخوری‌ها برای بهبودی فعالیت ایجادکاران هر دو کشور خدمت خواهد کرد.